برم این نوشابه رو ببرم برای یاسمین جون. برای خود سرش من کرده و خوشگل نشسته داره پیزا میکنه. خوش میگذره یاسمین؟ پیتزاش خوشمزه؟ خیلی خوشمزه. پیتزاش خوشمزه یا سسش؟ سسش خیلی خوشمزه. واقعا؟ از دست اتفاقات میرسن. من اینقدر زحمت کشیدم پیتزا درست کردم برای این ساسا رو حتی نون خالی هم بریزیم بازم خوشمزه میشه. خدا دست تو. من فکر کنم این مرغا هم پیتزا میخوان. یاسنا فکر کنم اینا هم سس پیتزا رو میخوان. میدونم از تخم مرغای خودشون درست کردم این سس رو، به خاطر همین خوشمزه شده. بابا من میگم سس خوشمزه شده چون که از تخم مرغای بله اینقدر زحمت کشیدم برات پیتزا درست کردم. از این بعد فقط سس خالی بهت میدم بخوری فاطمه یاسنا جون.